سبحان الله. سوال چنین است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از چند اهل بدعت شنیدم که گویا شیخ خود را از ابو حنیفه بالا دانسته باشد. من گفتم این تهمت است، اما گفت ما ضبط داریم. من گفتم یکمش شیخ خودشان از کسی بالا نمیگیرد، گیرد هم ابو حنیفه مثل ما مخلوق الله بودند. آیا من با این گپم گناهگار شدم؟ و شیخ درباره یعنی که همیتری انسان‌های تهمتگر سخن کنید. جزاک الله خیرا. بارک الله فیکم. نوگفته نماند، پیش از جواب دادن به این مسئله نوگفته نماند که خواهرای عزیز، مادرای عزیز، اهل توحید، الله شما را حفظ کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنای توحید شاعر گفت، مجنون گفت، ساحر گفت، بالاخره اومده زنشونه طعنه زد، زنشونه ناپاک گفت، اعوذ بالله فاحشه گفت. چقدر اذیت داد. هر کسی که در همین منهج پیامبر باشد عیناً همین خیل عذاب و اذیت و طعنه ها میشه، کم یا زیاد یا برابر. البته هیچ کس از پیامبر زیاد عذاب نمیکشد. پیامبر عذاب کشیدن از همه زیادتر است که معلوم و مشهور است. لیکن این ذرچه های عذاب هست که یکی از همین عذاب هایی که اذیت هایی که میرسونن دروغ میگن به این و برای همین این چیز یک چیزی مقرری است و برای هر یک طالب علم، عالم، زن است یا مرد است اومدنش ممکن است احتیاج شد. برای همین بدونید که این چیز به سخت نباید سخت اهمیت داده باور کرده حیرت زده نشه که این میبود اینش جواب میتیم بعد از یک وقت بود دیگریش میبود. این مدتی ما سال 2014 باز درس و استودیو من 10 سال شده است، قریب من نزدیکی 10 سال میشود. مدت 10 سال اگر صدها تهمت و دروغ ناومده باشد باور بکن، صدها میبود جواب میتیم، بو میبود با جواب میتیم. الله خودش حفظ بکنه. لیکن ببینید در مسئله ابو حنیفه، اولا این خواهر که این گپ گفتن گناهگار نشدن، خواهرم برادرم کسی نباشن. وقتی که گفتن که این کسا مخلوق هستند انا میخوام خیلی گفتن گناهگار نشدن، نه گناهگار نشدن. اما مسئله من هرگز خودم از علمای اهل سنت و جماعت بالا نمیگیرم. من تک طالب علم هستم، طالب علم هستم، ولی من خودم از اهل بدعت بالا میگیرم. اهل بدعت وقتی که گمراه گفتم معناش چی است؟ معناش چی است؟ معناش که گمراه هست و پست است. من اهل سنت هستم، من حق هستم، من اول خوب هستم. گفتن که پست وقتی که کسی گمراه گفتید، وقتی که کسی اهل بدعت گفتید، در همین مسئله باشد یا غیر مسئله. اما در مسئله ابو حنیفه صاحب یک مذهب هستند. ابو حنیفه یک از علمای سلف هستند. ابو حنیفه رحمه الله یک عالم هستند. ما هرگز نگفتیم که مطلقاً ما از ابو حنیفه خوب هستیم، بهتر هستیم، زور هستیم، علم منوزی و این خیلی گپ نگفتیم. این یک تهمت است، دروغ است. اما در باب ایمان این مسئله در باب ایمان شده است. در باب ایمان با ابو حنیفه خطا میکنه. ابو حنیفه مبتدع هستند در باب ایمان. ابو حنیفه مبتدع هستند، اون جای پنهانیش نیست. ابو حنیفه مرجئه هستند، مبتدع هستند در باب ایمان. میگن ابو حنیفه میگن که عمل از ایمان نیست، یک خطاگی. دوم میگن که عمل زیاد و کم نمیشه و دوم خطاگی. سوم خطاگی استثناء در عمل در ایمان وجود ندارد. چهارم خطاگی عمل این یک چیزی یگانه است، مرکب نیست. میگن چهار خطاگی بزرگ در باب ایمان دارد. امام بخاری میگن که کان ابو حنیفه مرجئه. ابو حنیفه مرجئه کی مبتدع زلال است. کافر نمیگویم. بعضی میگن که ابو حنیفه را تکفیر کرده است. دروغ است. شما دیدید که ابو محمد کردی خوارج که ما بحث کردیم، ابو حنیفه اثبات کردیم که مثلا این اون دفاع کردیم. ابو حنیفه رحمه الله، لیکن ابو حنیفه خطا کردن، بدعت دارن در باب ایمان. نظر کرد به کتاب شرح عقیده طحاوی ابن ابی العز حنفی میگه، به ابن ابی العز حنفی میگه که من میگم ابو حنیفه را میگه در مسئله زیاد و کم شوی ایمان میگه دفاع کردن نمیتونه. میگه ابو حنیفه در اینجا حقانی خطا کردن و بدعت کردن. میگه ما چیکار کنیم ابو حنیفه خطا کرده باشه؟ ابو حنیفه خطا کردن، بله کسی که در همین باب اهل سنت و جماعت است در همین مسئله بهتر است از ابو حنیفه. یا شما گویید که عقیده اهل سنت بهتر است در همینجا، یا عقیده ابو حنیفه بهتر است. اهل سنت گفتن که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است. عمل از ایمان است. گفتن ابو حنیفه گفتن که عمل از ایمان است. اهل سنت گفتن که عمل از ایمان است. اهل سنت گفتن که ایمان زیاد و کم میشد، ابو حنیفه نیست میشد. اهل سنت گفتن که استثناء میشد در ایمان، ابو حنیفه نمیشد. اهل سنت گفتن که ایمان مرکب است، ابو حنیفه نه مرکب نیست. گفتن انا همینجا کی افضل است؟ اهل سنت افضل است و بهتر است عقیدش،
یا عقیده ابو حنیفه بهتر است. بله عقیده اهل سنت و الجماعت افضل است و بهتر است و هر کسی که در عقیده اهل سنت و الجماعت است انمون افضل است و بهتر است. عقیده ابو حنیفه عقیده مرجئگی بدعتی است و کسی که در همین عقیده باشد در عقیده ارجاء بدعت است، گمراه است. چی مشکلی داره؟ هر کسی چیزی میگه بگوید. ابو حنیفه پرستو گریه کرده مرد، ما ابو حنیفه پرست هم نیستیم، دیگه آدم پرست هم نیستیم. ابو حنیفه خطا کردن، تمام. در مسئله ایمان ابو حنیفه خطا کردن. امیدوارم که فهمیده باشنش.